دوزخ پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه روز قیامت جهنم در ملأ عام در نظر تمام انسان ها و جین ها جهنم آورده میشد برای نمایش. حالی حساب و کتاب نشده است، جهنم یه بار آورده میشد ولها 70,000 زمام. جهنم 70 نقطه دارد. گفتم و برزگاه بقی وزنین شوخه از بینیشو از پاشو از شاخشو از هر جاش میبندن کو جهنم 70,000 نقطه دارد. هر یک نقطه رو 70,000 فرشته میقپد. یعنی تقریبا چند میشه؟ 4 میلیارد و 900 میلیون فرشته جهنم کشاله کرم بیاد. و جیء یومئذ بجهنم. الله تعالی میگه که امروز جهنم آورد. این جهنم هم در همین دنیا هست، در داخل همین آسمان ها هست. عرش، جنت در زیر عرش است. جنت همین خیلی بزرگ است که آخرین آدمی که در دوزخ شاید 1 میلیون سال میسوزد به سبب گناهاش تازه میشه. الله تعالی این آدم شفاعت کننده ها و نائل نشد، رحمتی الله تعالی و نائل نشد، و گناهایی که در دنیا کرد جزا گرفت، در دوزخ سوخت، لیکن از سبب اون که ایمان داشت از دوزخ برآورده شد. آخرین آدمی که از دوزخ برآورده میشد و وارد بهشت میشد، الله تعالی برایش 10 برابر ملک همین دنیای میتید. 10 برابر. شما دیدید زمین چقدر است و جنت چقدر است؟ 10 مراتبه. انا همین مال و ملک دنیا و زمین و زمان همشه به یک آدمی که در دوزخ اینقدر سال سوخته است و بعد همین آدم دیگر هیچ کس نمیبراید. برای همین الله عز و جل همین قدر ملک میدهد. همین در داخل همین در زیر عرش است.